هنرمندی از شهر نمین اومده کل نقش بافته های گلیم رو روی سفال نقاشی و طراحی کرده، با همون رنگ، با همون بافت، ولی یه جلوه خاص و ویژه‌ای داره. من افسانه اوریب هستم، ساکن استان اردبیل، شهرستان نمین. کارای من کار طرح گلیم روی سفال هستش. سال 99 اسفند شروع کردم و اولین کارم یه طرح گلیم خیلی ساده روی یه کوزه بود که توی پیجم استوری کردم و مخاطباش خیلی بودن. به خاطر علایق و میلی که دوستان داشتن منم ترغیب شدم که این کار رو ادامه بدم. البته خودم هم خیلی ذوق رو کارهای گلیم داشتم، این باعث شد که ادامه بدم و کارهام اینه که گلیمامو میدم برام میبافن. خیلی طرحهای ریز، زیبا و قشنگ هستن که روی کاغذ طراحی میکنم، بعد طرحو با کاربن انتقال میدم روی سفال خام و با استفاده از رنگ‌های اکریلیک رنگ‌ها رو ترکیب میکنم. چون رنگ‌های اکریلیک رنگ‌هایی هستن که رنگ گلیمو نمیتونیم به سادگی توش پیدا کنیم، باید ترکیبات رو انجام بدیم. کلا رنگ‌های من ترکیبی هستن که خیلی زمان بر هست، چون میخوایم از روی گلیم بزنیم روی سفال. رنگ‌هام که آماده میشن روی سفال رنگ‌آمیزی میکنم، بعد طرحمو دورگیری میکنم، بعدش هم که تثبیت کننده‌ای که روش میزنم که ظروفم قابل استفاده و شستشو بشه.